به نام خدا. سلام بچه‌ها. این جلسه می‌خوام چند تا نمونه سوال نهایی مهم از درس اول فصل دوم کتاب ریاضیات با سطح 12 ریاضی حل کنم، یعنی از مبحث معرفی گراف. سوال اول رو ببینید. درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. الف. گراف حاصل از مدل سازی پلی‌کوبیسمتر یک گراف ساده است. بچه‌ها این نادرسته. اگه ما گرافش رو رسم کنیم، ما 4 تا ناحیه توی این شهر داشتیم. ناحیه‌ها رو میذاریم A, B, C, D. پل‌ها به این صورت بود، اما پل‌ها رو با یال مدل سازی کردیم. بین A و B 2 تا پل داشتیم، پس 2 تا یال رسم می‌کنیم. بین B و C هم 2 تا پل داشتیم، پس 2 تا یال رسم می‌کنیم. به دلیل اینکه یال چندگانه دارد. من یادآوری کنم گراف ساده چیه؟ گراف ساده گرافیه که نه یال چندگانه داره نه طوقه. حالا یال چندگانه چیه؟ اگر بین 2 طرف بیشتر از یک یال وجود داشته باشد به آن یال چندگانه میگوییم. حالا طوقه چیه؟ یالی که ابتدا و انتهاش یکسانه. مثلا من از رأس آ به خودش یه دونه یال رسم کنم. یالی که ابتدا و انتهای آن یکسانند. یالی که از یک رأس به خودش رسم میشود. قسمت ب. درجه رأس وی رو تو جی داده، تو جی بارم داده، گرافمون هم مرتبهش رو داده. n یا پی برابر چیه؟ برابر 10. میخوام ببینیم چنین چیزی درسته برای یه گرافی مثل گراف جی. خب ما میدونیم این رابطه برقراره بین درجه رأس تو گراف جی و درجه رأس تو گراف جی بار. اگه این 2 تا درجه رو با هم دیگه جمع کنیم برابر n منهای 1 میشه. درجه رأس تو گراف جی 5، اون یکی 4 برابر n رو 10 میذاریم منهای 1. ببینیم 2 طرف برابره. بله این 9 اینم 9، 2 طرف برابرن. پس بچه‌ها این رابطه، این گزاره که نوشته درسته. قسمت پ. درجه هر رأس در گراف کامل 9 رأسی برابر n است. خب پی برابر 9، پی یا n. گراف کامل n رأسی، اینو بدونید که n منهای 1 منتظم است. یعنی درجه هر رأسش یه واحد از تعداد رأس‌ها کمتره. پس دگری V برابر n منهای 1 یا 9 منهای 1 مساوی با 8. بنابراین اینم میشه درست. تعداد مسیرهای به طول صفر یک گراف n رأسی برابر n است. بچه‌ها اینم درسته. مسیر به طول صفر مسیر از یک رأس به خودش رو میگیم به طول صفر. خب ما چند تا مسیر از یک رأس به خودش میتونیم رسم کنیم؟ n تا مسیر به تعداد رأس‌های گراف. به تعداد رأس‌های گراف ما مسیر به طول صفر داریم. طبق تعریف مسیر به طول صفر درست است. قسمت 3. گراف 3 منتظم مرتبه 5 قابل رسم نیست. خب 3 منتظم یعنی درجه هر رأسی 3. مرتبه 5 یعنی 5 تا رأس داریم. پس پی برابر 5 و درجه هر رأسی هم برابر چیه؟ برابر 3. مجموع درجات رو بنویسیم. مجموع درجات ما چند تا رأس داریم؟ 5 تا. میشه دگری V1 به اضافه دگری V2 به اضافه دگری V3 به اضافه دگری V4 به اضافه دگری V5. این برابر چه؟ بچه درجه هر رأسی 3. چرا؟ چون 3 منتظمه. 3 3 3 3 3 میشه 3 تا 5 تا. مجموع درجات باید 2Q باشه. ما ثابت کردیم که میشه 2Q. خب این طرف 15، این طرف 2Qه. اینا با هم برابر نیستن. مجموع درجات باید زوج باشه. بنابراین این درسته، چون ما نمیتونیم رسمش بکنیم. یا اینکه تعداد رأس‌فردها، یعنی رؤوسی که درجهشون فرده، ما 5 تا رأس داریم که درجهشون 3، باید زوج باشه. زوج است. ولی اینجا تعداد رأس‌فردها فرده. تعداد اونایی که درجهشون 3 5. بنابراین چنین چیزی قابل رسم نیست.
قسمت جیم گفته تعداد رؤوس فرد هر گراف عددی فرد است. بچه این نادرسته. چرا؟ چون ما گفتیم تعداد رأس‌فردها زوج است. اینو ثابت کردیم. اینجوری ثابت کردیم. گفتیم که سامیشن دگری وی آی، دگری وی که وی عضو مجموعه رؤوس باشه. به این صورت بود. سامیشن دگری وی که وی از آ باشه به اضافه سامیشن دگری وی که وی از بی باشه. خب این مجموعه آ رو گفتیم رأس‌فردها، مثلا این بی رو گفتیم رأس زوجها، یعنی اونایی که درجهشون زوجه، اونایی که درجهشون فرده. خب این باید دو کیو باشه. چند تا عدد زوج رو با هم دیگه جمع کنیم میشه زوج. بنابراین این زوجه. اینم چیه؟ زوجه. چه نتیجه‌ای میگیریم؟ خب این دگری وی مجموعش رو بنویسم. وقتی وی رو ما از رأس‌فردها انتخاب بکنیم، وی رو از مجموعه رأس‌فردها از آ انتخاب بکنیم. این باید چی باشه؟ باید زوج باشه. جمع چند تا عدد فرد زوجه. جمع چند عدد فرد زوج است. چه تعداد عدد فرد رو با هم دیگه جمع کنیم که زوج بشه؟ تعدادی زوج دیگه. پس تعداد رؤوس درجه فرد زوج است. این اثباتش، اگر اثباتش خواست. البته اینجا اثبات نخواست. قسمت چه؟ مینیموم درجه یک رأس گراف ساده عدد غیر صفر است. هیچ مینیموم درجه یعنی چی؟ یعنی اونی که کمترین یال روش قرار داره. آیا همیشه عدد غیر صفر؟ نادرسته. مثلا من یه گراف رسم کنم A, B, C. مثال نقض باید بیاریم وقتی یه چیز دیگه گذار نادرسته. مثال نقض. در گراف روبرو دگری C برابر چیه؟ برابر صفره. یعنی دلتا برابر دگری C. کمترین درجه مال رأس C دیگه. سال 2. جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. الف. گرافی را که بین دو رسان حداقل یک مسیر وجود دارد گراف همبند. گفتیم تعریف همبندی اینه. تعداد رؤوس فرد هر گرافی عددی زوج است. چند بار این سال تکرار شده. دو یال را نقطه چی میگوییم؟ هرگاه رأسی وجود داشته باشه که آنها را به هم وصل کن. دو تا یال رو به هم وصل کن با یه رأس. این دو تا یال کنار همدیگه قرار دارن. به این دو تا یال میگیم دو یال مجاور. دو رأس مجاور هم دو تا رأسی هستن که با یه یال وصل میشن. حالا دو یال مجاور دو تا یال هستن که با یه رأس به هم وصل میشن. اگر یک یال یک رأس به خود آن رأس وصل کند، این یال را طوقه مینامیم. میگه یه رأسی رو یه یال میاد به خودش وصل میکنه. به این میگیم چی؟ میگیم طوقه. مینیموم درجه در گراف کامل از مرتبه پی. ببینید گراف کامل کاپیه. کاپی پی منهای یک منتظمه. پی منهای یک منتظم. یعنی درجه هر رأسی پی منهای یکه. وقتی گرافمون منتظمه یعنی درجه همه رؤوسش یکسانه، دلتای کوچیک و دلتای بزرگ هم همون میشه پی منهای یک. بنابراین برای جواب این گراف کافی گراف کامل که پی منهای یک منتظمه، بنابراین جواب این میشه پی منهای یک. با دلتای کوچیک ما مینیمم درجه رو نشون میدیم. گراف سه منتظم 8 رأسی دارای چند یاله؟ خب درجه هر رأسی 3. میخوایم ببینیم چند تا یال داره. میدونیم مجموع درجات مساوی با 2 کیوه.
خب ما 8 تا درجه 8 تا رأس داریم، درجه هر کدوم هم 3 میشه 8 ضرب در 3 برابر چی؟ 2 کیو. کیو تعداد یال هاست. کیو رو آزاد کنیم، کیو رو به دست بیاریم. 8 سه تا 24 تقسیم به 2 12 میشه. بنابراین این میشه چی؟ میشه 12. از مجموع درجات مساوی با 2 کیو استفاده کنیم. 8 تا رأس داریم، درجه هر رأسی هم 3. 8 سه تا 24 تقسیم به 2 میشه کیو به دست. قسمت بعدی گرافی که درجه تمام رؤوس آن با هم مساوی و برابر عدد کا باشد گراف کامنتظم میگوییم. مثلا این گراف مثلث رو نگاه کنید. درجه همه رؤوسش 2. به این میگیم چی؟ 2 منتظم. Pn گرافی است که تنها از یک مسیر به طول n. گفتیم گراف مسیر که اندیسش تعداد رأساشه. گرافی که تنها از یک مسیر به طول n منهای 1 تشکیل شده. مثلا ببینید گراف P2، مثلا گراف P3، مثلا گراف P4. 1 2 3 4. طولش چقدره؟ بالاش طولشون رو بنویسم. طول 1، طول 2، طول 3. پس مسیر به طول n منهای 1. قسمت بعدی، قسمت دا. اگر G یک گراف n رأسی باشد مقدار QG به اضافه QG بار، یعنی یالهای G با G بار رو با هم جمع کن. طبق تعریف گراف G بار که ما میگفتیم رأس‌ها رو چک میکنیم تو گراف G، هر جا که اون رأس وصل نشده بود بطلش میکنیم، یعنی هر جا یال نداشتیم یال اضافه میکنیم. بنابراین ما گراف G و G بار اگر یالهاشون رو با هم جمع کنیم میشه یالهای گراف کامل. یالهای گراف کامل یعنی کائن. یالهای گراف کامل از این فرمول به دست میاد. ترکیب 2 از n که ترکیب 2 از n رو گفتیم از این فرمول بریم. n در n منهای 1 دوم. بنابراین میشه انتخاب 2 از n که جوابش میشه n در n منهای 1 دوم. سوال بسیار مهمیه. تعداد مسیرهای به طول 1 در یک گراف برابر با، ببینید مسیر به طول 1 ابتدا و انتهاش یه رأس وجود داره دیگه، یعنی 2 تا رأس رو به هم وصل میکنه. الان AB یه مسیر به طول 1. AB مسیر به طول 1. چند تا مسیر به طول 1 داریم؟ به تعداد یالها. تعداد یالها. به رأسی که درجه آن 0 باشد، یعنی هیچ یالی با آن متصل نباشد، رأس ایزوله یا رأس تنها میگیم. ببینید مثلا من یه گراف رسم میکنم، این گراف رو. اینجا A ایزوله است یا تنهاست. اینجا B C D. مجموع درجه های رأس های هر گراف 2 برابر تعداد یال هاست. گفتیم که سامیشن دگری V I که I از 1 مثلا تا n تعداد رأس ها باشه برابر با 2 کیو که کیو تعداد یال هاست. در یک گراف کامنتظم ماکسیموم درجه رأس برابر است با بچه گرافی که همه رؤوسش هم درجه هستن، دلتای کوچیک یعنی مینیموم درجه و دلتای بزرگ یعنی ماکسیموم درجه برابر چیه؟ درجه رأس. درجه رأسمون چیه؟ کا. درجه هر رأسی کاه. ثالثه در هر مورد یک گراف 5 رأسی غیر تهی زیر غیر تهی خط بکشید، کا منتظم رسم کنید به طوری که کا بیشترین مقدار ممکن را داشته باشه. هر موقع به شما گفتن کا بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد گراف کامل رسم. میخوان غیر تهی باشه، کا هم بیشترین مقدار داشته باشه، یعنی به همه رأس‌ها غیر از خودش وصل باشه. خب من میخوام چی رسم کنم؟ من میخوام 5 رأسی رسم کنم. یه 5 ضلعی رسم میکنم.
تمام قطراش هم رسم میکنم. این میشه K5. تمام قطراش رو رسم کن. گراف کامل K5 میشه که 4 منتظم است. یعنی K برابر چیه؟ برابر 4، چون گفته K منتظم. K کمترین مقدار ممکن را داشته باشد. چون به ما گفته غیر تهی باشه و به ما گفته چی؟ کمترین مقدار ممکن را داشته باشه، ما باید چه گرافی رو رسم کنیم؟ گفته 5 رأسی. گراف 2 رو رسم میکنم. 5 ضلعی رسم کن بدون قطر. الان درجه هر رأسی 2 هست. پس این گراف 2 منتظمه. اگر مرتبه رو زوج داده بود، مثلا گفته بود 4. گفته بود 4 رأسی غیر تهی. شما 2 تا یال بکشید برای کمترینه. پس نگاه، اگر 4 رأسی خواست، اینو میکشیم. A, B, C, D. ببین غیر تهیه. نگفته حالا همبند باشه یا ناهمبند باشه، مهم نیست. غیر تهیه و درجه هر رأسی هم برابر چیه؟ 1. ولی اینجا به ما گفته چی؟ گفته مرتبهش فرد باشه. ما نمیتونیم وقتی مرتبه فرد اینو بکشیم. اینجا برای وقتی مرتبه زوجه. سوال 4. با توجه به گراف شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید. 1 AC مسیر به طول 3 بنویسیم. به طول 3 یعنی 3 یال طی شود. از کدوم رأس به کدوم رأس؟ از A به C. A رو نگاه کن، برو به C. 3 تا یال طی کن. خب من از A میام به B. B میام به G. A, B, B, G. G هم میام به C. پاکشون کنم. پس میشه A, B, G, C. ببین چند تا رأس داریم توی این مسیر به طول 3. 4 تا رأس داریم. 1 2 3 4. دنباله 4 رأسی باید بنویسیم. 1 دور به طول 4 مشخص کنیم. اگه گفت دور به طول 4 یه 4 ضلعی مشخص کن. گفت دور به طول 3 3 ضلعی مشخص کن. خب یه 4 ضلعی مشخص کن. مثلا من از B شروع میکنم. از B شروع کن به خودش برس. B C. بعد از C برو D. بعد از D برو G و بعد دوباره برو B. درجه رأس A رو در G بار مشخص کنیم. رأس A اینه. دگری A در G بار. نگاه کنید A به چیا وصل نشده؟ A توی G فقط به B وصل نشده. به کدوما وصل نشده؟ به C وصل نشده. به G و D و E و F هم وصل نشده. بشمار. 1 2 3 4 5. درجهش میشه 5. یا از این فرموله برو. N منهای 1 منهای درجه A در گراف G. یعنی درجه A در گراف G رو از N منهای کم میکنیم. N چنده؟ 1 2 3 4. 4 تا اینجا داریم. 5 6 7. 7 منهای 1 منهای درجه A هم 1 که برابر همون 5 میشه که اونجا گفتم. آیا گراف G همبند است؟ خیر. زیرا ببینید رأس F ایزوله شده، تنها شده. هیچ مسیری به بقیه نداره. ما گرافی رو میگیم همبند که بین هر دو رأس که در نظر میاد حداقل یه مسیر ببینیم. بین F و بقیه رأس‌ها هیچ مسیر وجود ندارد. زیرا از F به بقیه رؤوس هیچ مسیری نداریم. یک زیرگراف تهی 5 رأسی. وقتی میگه زیرگراف تهی، گراف تهی اصلا گرافی که هیچ یالی نداره. حالا گفته 5 رأسی. 5 تا رأس رو انتخاب کن. مثلا من A رو انتخاب میکنم، B رو انتخاب میکنم، C رو انتخاب میکنم، D رو انتخاب میکنم و G رو انتخاب میکنم. 5 تا رأس انتخاب کن از این رأسای گراف و ببین چون هیچ یالی نداره. A, B, C, D, G. سوال 5.
گراف مقابل را در نظر بگیرید، کیو جی بار را به دست آورید. خب ما میدونیم که بچه‌ها قسمت الف رو اینجا حل میکنه. ما میدونیم کیو جی با کیو جی بار اگر جمعش کنیم میشه انتخاب 2 از n یا n در n منهای 1 2. کیو جی یعنی تعداد یارهای جی رو بشمار. خب 3 تا اینجا داریم، 3 تا هم این مثلثه، 3 و 3 6 7 8 9 میشه 9 به اضافه کیو جی بار مساوی با. خب حالا n چنده؟ n چنده؟ 3 تا رأس اینجا داریم، 3 تا رأس هم اینجا، 3 و 3 6 7 8 میشه 8 تا. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 8 میشه 8 در 8 منهای 1 دوم. در نتیجه این 8 رو ساده کنم، 8 با 2 ساده میشه 4. خب 9 به اضافه کیو جی بار، بهتر بنویسم جی بار رو، مساوی با 8 منهای کم 7 4 هفتا 28 تا. در نتیجه کیو جی بار میشه 28 منهای 9. 28 منهای 8 20 میشه، 9 تا ازش کم کنیم میشه 19. یه دونه دیگه کم کنیم میشه 19 تا. پس کیو جی بار برابر چقدر شد؟ برابر 19 شد. این سوال خیلی مهمیه بچه‌ها. مجموع درجات رؤوس گراف جی بار را مشخص کنید. مجموع درجات. خب ما میدونیم که مجموع درجات ب رو اینجا می‌نویسم. مجموع درجات میشه 2 برابر تعداد یالها. در نتیجه مجموع درجات مساوی با 2 تا کیو جی بار. اصلا نیاز نیست جی بار رو رسم کنیم. میشه 2 ضرب داره. خب کیو جی بار چقدر شد؟ 19. 2 تا 19 تا میشه 38 تا. اینم قسمت ب. مجموعه n جی بار ای را به دست آورید. یعنی نیبرا، یعنی همسایه های ای رو تو جی بار به اضافه خودش هم به دست بیارید. بچه‌ها اگر پرانتز بذاره یعنی غیر از خودش، همسایه غیر از خودش. اگر بیاد کروشه بذاره یعنی خودش رو هم بنویسید. پس همسایه های بسته ای در گراف جی بار رو میخونم. خود ای رو می نویسم چون بسته است اینجا. خب ای رو نگاه کنید، رو ای تمرکز بگیرید. ای به کدوما وصله بچه‌ها؟ به اونایی که تو جی وصله نگاه نکن. به اونایی که وصل نیست. به کدوم وصل نیست؟ به ای وصل نیست. به بی هم وصل نیست. دیگه به چی وصل نیست؟ به اچ هم وصل نیست. به سی، به بقیه وصله. فقط به ای و بی و اچ وصل. به بقیه رؤوس وصل شده. بنابراین نیبرای ای تو جی بار با خودش این مجموع میشه. یک دور به طول 3 با شروع از رأس A بنویسید. دور به طول 3 از خودش شروع میشه به خودش ختم میشه. دوره اینجوری میشه، از خودش شروع کن به خودش برو. A B C A. چون گفته 3 تا به طول 3 باید 4 تا رأس بنویسید. مجموعه NG G را بنویسید. G باز یعنی همسایه های باز جی رو بنویسید. خب رأس جی رو در نظر بگیر. NG همسایه هاش، منظورم رؤوسی که مجاورشه. جی با کدوما مجاوره؟ به 2 تا رأس وصل شده. به F و E وصل شده. نیبرا یا همسایه هاش اینا هستن. خب ببینیم مجاور کدوما هستن. به اونا که وصل شده بنویس. حالا اگر این کروشه بود باید جی خودش رو هم مینوشت. درجه رأس سی در گراف جی بار را مشخص کنید. یعنی دگری سی در جی بار. ما میدونیم دگری سی در جی به اضافه دگری سی در جی بار میشه n منهای 1. درجه سی تو گراف جی چیه؟ سی رو نگاه کنیم.
چند تا یال روش قرار داره؟ 1 2 3 4 4 تا. خب به اضافه دگری C در G بار مساوی با n منهای 1. ما چند تا رأس داریم؟ 3 با 3 میشه 6 7 8. ما چند تا رأس داریم؟ 8 تا رأس داریم. 8 منهای 1. در نتیجه درجه C در G بار برابر 8 منهای 1 7 منهای 4 هم بشه میشه 3. اصلا اینجوری هم میتونستیم بگیم. رأس C رو نگاه کنیم اینه. به چند تا وصله اینجا؟ اینجا به 4 تا وصله. به کدوما وصل نیست؟ بشمار. به 1 به ای وصل، ببخشید میگم به دی وصل نیست. سی به دی وصل نیست. به اف هم وصل نیست. به جی هم وصل نیست. پس به 3 تا وصل نیست. همون میشه درجه، همون تعداد میشه درجه رأس سی در جی بار. سوال 6. در گراف جی درجه رأس وی 9. درجه رأسم تو جی بارم 12. مرتبه جی رو به دست بیارید. دوباره همون فرمول. درجه وی در جی به اضافه درجه وی در جی بار مساوی با n منهای 1 که n تعداد رأس است. ببینید میخوام n رو به دست بیارم. خب درجه وی تو جی برابر 9. تو اون یکی برابر چقدر؟ 12. اینا دوتا باید n منهای 1 بشه. 9 تا و 12 تا میشه 21 مساوی با n منهای 1. در نتیجه 21 به اضافه 1 مساوی با n. پس n مساوی با 22. 22 مساوی با n اگه جابجا کنیم همون n مساوی با 22 به دست میاد. بنابراین مرتبه گراف G برابر چیه؟ 22. مرتبه یعنی تعداد رؤوس. سوال 7. مجموع رأس‌های گراف G داده شده است. خب این رأس‌ها و یالهاش. مرتبه و اندازه گراف را مشخص کنید. مرتبه گراف یعنی P یا N. تعداد رأس‌ها 1 2 3 4 5 6. خب اندازه یعنی تعداد یالها. تعداد یالها یعنی اندازه. مجموعه یالها رو با EG نشون دادیم. 1 یال 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. پس Q 7. قسمت 2 گفته نمودار گراف را رسم کنید. من نمودار گراف این پایین رسم. رأس A رو میکشید. رأس A به چیا وصله؟ به F وصله، به B وصله، دیگه به چی وصله؟ به E هم وصله. خب اینم میکشید. خب A F A B A E. خب بعدش B C دارم. خب یه رأسی به C وصل کنیم. بعد از B C B E دارم. خب B رو به E هم وصل میکنم. بعد از B E اینجا E D دارم. خب E رو به D هم وصل میکنم. یه رأس D هم اضافه میکنم. این E D'ه بچه. و بعد از اون DC رو دارم. D رو به C هم وصل میکنم. این میشه گرافمون. رأس‌ها رو با یه رنگ دیگه براتون بذارم. اینم مجموعه رؤوس. 6 تا رأس داره، 7 تا یال داره. گفته دلتای کوچیک و دلتای بزرگ رو مشخص کنید. دلتای بزرگ یعنی ماکسیموم درجه، دلتای کوچیک یعنی مینیموم درجه. دلتای کوچیک رو اول مشخص کنم. کمترین درجه مال کدومه بچه‌ها؟ کمترین درجه برای F. درجهش چنده؟ دگری F که برابر 1. دلتای بزرگ یعنی ماکسیموم درجه. ببینیم بیشترین درجه چیه؟ ببینید روی B 3 تا یال دارم، روی A هم 3 تا یال دارم، روی E 3 تا یال دارم، رو بقیهش کمتر از 3 تا یال دارم. پس دلتا مثلا میشه دگری A که برابر چیه؟ برابر است. گفته اگر X رأس با درجه دلتا G، Y رأس با درجه دلتا G کوچیک باشد، مجموعه انرژی X و انرژی Y را به دست آورید. خب مثلا این رأس X باشه، اونی که بیشترین درجه داره، مثلا A بیشترین درجه رو داره. من
نیبرای چی رو می نویسم؟ مثلا A رو می نویسم. همسایه های A رو بنویسیم. گفته همسایه های بازش رو بنویسیم. همسایه های A به کدوما وصله؟ به E وصله، F هم وصله، B هم وصله. میتونیم نیبرای رأس E هم بنویسیم. E به کدوما وصله؟ به A وصله، به B هم وصله، به D هم وصله. نیبرای رأس B هم درجهش 3 دیگه. رأس B. B به کدوما وصله؟ به C A E. C A E. ببینید B به C وصله، به A هم وصله، به E هم وصله. خب حالا دلتای کوچیک. دلتای کوچیک مربوط به کدوم بود؟ مربوط به F بود. یعنی نیبرای F رو بنویس. F فقط به کدوم وصله؟ به A وصله. گفته همسایه های باز رو بنویس. مجاورت. ببین همسایه های باز. همسایه های باز یعنی اونایی که مجاورش هستن. رأس F کدوم مجاورش؟ یعنی کدوم بهش وصل شده؟ رأس A بهش وصل شده. سال 8 با توجه به گراف مقابل به سوالات پاسخ دهید. مرتبه و اندازه گراف دوباره خواسته. مرتبه یعنی P، اندازه یعنی Q. P یعنی تعداد رأس‌ها. بشماریم. خب 1 2 1 2 3 4 5 6 7. P 7. Q رو میشمارم. 1 2 3 4 5. 5 ضلعیه. 5 6 7 8 9 10. یه 5 ضلعی دارم 5 تا. 3 تا قطراش رسم شده با 3 میشه 8. 2 تا هم شاخک اینجا دارم، 2 تا یالم اینجا دارم بیرون. 8 و 2 10. مسیری به طول 5 از رأس C به رأس F بنویسیم. میخوایم یه مسیر بنویسیم به طول 5 از رأس C به رأس F. خب C رو در نظر بگیر، این Cه. میخوام از C برم به F با چند تا؟ با 5 تا یال. 5 تا یال رو طی کنم. خب ببینیم از C بریم به E. خب 1 یال، 2 یال، 3 یال، 4 یال، 5 یال. پس اینجوری می نویسیم. می نویسیم CE. با رنگ آبی بنویسم بهتر. CE B 7 تا رأس میگم 6 تا رأس باید بنویسم چون به طول 5. CEB A. بعد از A G رو دارم. 1 2 3 4 5 و بعدش F رو دارم. ببین این مسیر به طول چند شد؟ به طول 5. چرا؟ این یال، این یال، این یال، این یال، این یال طی شدن. 1 2 3 4 5. 5 تا یال طی شد. دوری به طول 4 بنویسید. گفتم 4 ضلعی پیدا کنید. یه 4 ضلعی بیا پیدا کن. این 4 ضلعی که دورش خط کشیدم. بنویس. دور از یه رأس به خودش، از یه رأس شروع میشه به خودش ختم میشه. A B A B. بعد از B میرم سراغ E. رؤوس متوالی مجاورم. بعد از E میرم به G. خب دور باید بسته باشه دیگه، مسیر بسته است. بعدش هم میرم به A. اینم شد دوره به طول 4. ببینید A B E G A. آیا گراف جیبار همبند است؟ خب بچه‌ها نگاه کنیم ببینیم. نیازی نیست گراف جیبار رو رسم کنیم. ببین ماکسیموم درجت چنده؟ ماکسیموم درجت مال ای هست. ای به چیا وصله؟ ای به همه رأس‌ها غیر خودش وصله. ببین ای به A B C D E G و F وصله. پس این همبند نیست. چرا؟ زیرا در گراف جیبار درجه رأس ای برابر 0 است. درجه رأس ای در جیبار میشه n منهای 1 منهای درجه رأسش در جی. درجه این رأس در جی. n چنده؟ n منظورم همون پیه بچه. n برابر 7 منهای 1 منهای. درجه جی چنده؟ چند تا یالوشه؟ 1 2 3 4 5 6. بچه این برابر 0 شد. یعنی رأس ای در جیبار ایزوله است. گراف که رأس ایزوله داره ناهمبنده.
پس میشه ناهمبند. پس ناهمبند است. یعنی جی بار ناهمبند. ولی خود جی همبنده ها. خود جی بین هر دو رستش حداقل یه مسیر رو داریم. سوال 9. آیا میتوان گرافی 3 منتظم از مرتبه نورست کرد؟ پاسخ خود را با دلیل بیاورید. خب بچه این خیره. چرا؟ چون تعداد رستفردها زوجه. ببینید 3 منتظم یعنی درجه همه رؤوس 3. مرتبه 9 یعنی تعداد رؤوس 9. 9 تا رأس درجه 3 میتونیم داشته باشیم؟ نه. چرا؟ یه دلیلش اینه که تعداد رستفردا زوجه. یه دلیل دیگهش از مجموع درجات برو. ما چند تا رأس داریم؟ 9 تا. درجه هر رأسی چنده؟ 3. خب مجموع درجات باید 2Q باشه. آیا 27 مساوی با 2Q؟ خیر. ببین مجموع درجات یه عدد زوجه چون 2 برابر تعداد یال هاست. این طرف 27 به دست میاد، این طرف 2Q به دست میاد. پس چنین گرافی ما نداریم. اگه تعداد رأس‌های گراف منتظم فرد باشه با درجهش زوج باشه. 10. در پیده چند مسیر به طول 3 وجود داره؟ من به خاطر اینکه سریع‌تر بشه بچه‌ها اومدم گراف پیده رو از قبل رسم کردم. مسیر به طول 3 یعنی 4 تا رأس داشته باشه. 4 تا رأس رو طی کنیم، 3 تا یالو. از U1 شروع میکنم. U1 U2 U3 U4. ببین 3 تا یال طی کردم. بعد مرحله بعد U1 رو ول می‌کنم میرم U2. از U2 شروع میکنم. U2 U3 U4 U5. مسیر بعدی میام از U3 شروع میکنم. یعنی هر بار ببین اول از U1 شروع کردم، بعد از دومی شروع کردم، بعد از سومی شروع کردم، بعد از چهارمی شروع کردم، بعد از پنجمی. هر بار مسیرمون رو از یکی از رأس‌ها به ترتیبم از U1 شروع میکنیم. خب چند تا مسیر داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا. 7 مسیر به طول 3 داریم. حالا اگه گفته به طول 2 تا یال طی می‌کردیم، یعنی اینجا باید 3 تا رأس می‌نوشتیم. ببین چون گفته به طول 3 ما تو دنباله مسیرمون 4 تا رأس میاریم. سوال 11 گفته تعداد گراف‌های ساده 7 رأسی را بیابید. الف. فرض کنیم G دارای n رأس است. بین هر دو رأس میتوان یال رسم کرد یا یال رسم نکرد. از طرف تعداد یالها حد اکثر انتخاب 2 از n. پس طبق اصل ضرب پس بنویسم هر یالی 2 حالت دارد و طبق اصل ضرب داریم تعداد گراف های ساده n رأسی مساوی با 2 به توان انتخاب 2 از n. ببین ما انتخاب 2 از n تا یال داریم، هر کدومش هم 2 حالت داره، میتونه باشه میتونه نباشه. یعنی 2 به توان n در n منهای 1 دوم. 2 به توان گفته 7 رأسی، پس n رو 7 میگیریم. 2 به توان 7 در 7 منهای 1 دوم. 7 منهای 1 که 6 میشه. میشه 7 ضرب در 6 دوم صورتش میگم توان میشه، در نتیجه مساوی میشه با 2 به توان این با این ساده میشه 3. 2 به توان 21 ما گراف ساده 7 رأسی داریم. حالا قسمت ب رو حل میکنم. قسمت ب. خب ما میخوایم گراف های ساده و جهتدار 7 رأسی رو پیدا بکنیم. برای گراف های جهتدار و ساده ما چند حالت داریم. خب A و B رو که در نظر بگیریم یا یال بینشون وجود نداره یا
یال دو جهته داریم بینشون، یا فقط از A به B یال داریم، یا جهت برعکس میشه، از B به A داریم. پس هر یالی 4 حالت دارد. هر یالی 4 حالت دارد و انتخاب 2 از N تا یال داریم. N تا یال میتوان رسم کرد. پس 4 به توان انتخاب 2 از N تا میشه تعداد کل گراف های جهتدار ساده N رأسی. یعنی 4 به توان انتخاب 2 از 7. یعنی 4 به توان 21. بالایی هم هر یالی که 2 حالت داره، بالایی یا بین A و B یال رسم نمیشه یا بین A و B یال رسم میشه. ولی اینجا ما 4 حالت یا یال نداریم، یا یال 2 طرفه داریم، یا یال 1 طرفه. یه بار از A به B جهت داره، یه بار از B به A جهت داره. موفق باشید بچه. خدا نگهدار.